салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 25 октябр аст, соат ба вақти шаҳри Прага расода. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳамсабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. онҳое ки лайк гузошта буданд бахшида мешаванд. вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон имрӯз баъди баҳсу баррасӣ лоиҳаи қонуни авфро тасвиб карданд. лоиҳаро Юсуф Раҳмон, доститони кулли Тоҷикистон ба вакилон муаррифӣ кард. тавре ҳамкорони мо аз иҷлосаи парлумон хабар доданд, онҳое ки ба қавли мақомот гумроҳ шуда ва дар зери маводҳои дорои вижагии террористӣ лайк гузоштанд авф хоҳанд шуд. تعدادی چنین زندانیان با گفته پروکورور گنرالی تاجیکستان با 500 نفر میرسیده است. در مجموع قانون نوبتی اوف هزارها نفر را فرا خواهد گرفت. با نکات مهمی قانون که با 25مین سالگرد کنستیتوسیای تاجیکستان بخشیده شده است شما را در برنامه خبری آشنا میکنیم. یادآور میشیم که قانون اوف بار اخیر در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلالیت دولتی قبول شده بود که بر اساس آن 12,000 محبوس و افراد گمانبر برای صادر کردن جنایت‌های مختلف به نزد پیوندان خویش بازگشتند. یک تحقیق ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه معین کرده است که اوباشی‌های گروهی و جنایتکاری میان نورسان و جوانان با استفاده از کارد و سلاح سرد افزایش یافته است. در نیم ماه اخیر مقامات از دو مناقشه بین جوانان با استفاده از کارد خبر دادند. در پی این زنازانی‌ها یک دانشجو کشته شد و چند نفر دیگر برای کارزنی بازداشت شدند. با طلب جامعه شهروندی و با هدف مانع شدن به مناقشه‌های گروهی نابالغان و جوانان اخیراً پلیس شهر دوشنبه عملیات کارد را انجام داد. این عملیات چی نتیجه داد در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. شرکت اویا ترافیک کمپانی پروازهای خود را به سمت دوشنبه تا بشکک قطع کرده است. این شرکتی هواپیمای خصوصی قرقیزستان هفته یک مرتبه طریق خط سیر بشکک دوشنبه پرواز میکرد. مسئولان شرکت گفتند خط سیر مذکور را بنابر درآمدناک نبودنش لغو کردند، اما احتمال دارد که از بهار سال آینده دوباره آن را برقرار کنند. سالهای قبلی پروازها را طریق این خط سیر هفته 2 مرتبه هواپیماهای شرکتی تاجیک ایر و منس انجام میدادند، اما در یک سال اخیر تنها شرکتی اویا ترافیک کمپانی مسافران را از بشکک به دوشنبه و برعکس انتقال میداد. نرخ چیپته این هواپیما از 100 تا 200 دلار را تشکیل میداد. تصویرهای زیبا و فلسفی به جای نوشتجات ناجا و تحقیرآمیز. اگر برنامه خبری امروز را با ما تماشا کنید خواهید دید که چگونه یک رسام تاجیک برای آنکه خود را در محل نوی زیست بیگانه احساس نکند مکان زیست قبلیش را در بینای ترانسفورماتور محل زیستش کشیده است که واقعا جالب و دیدنی است. زن رسام میگوید که از یک سو این کار برای آبادانی شهر است و از سوی دیگر خاطرات از دوشنبه قبلی خواهد بود. شهری که حالا همه نو می شود و نسل‌های بعدی دوشنبه کهنه را در این دیوارنگاره‌ها خواهند دید. با ما بپیوندید، این گزارش را در برنامه اخبار نمایش خواهیم داد. و بینندگان عزیز اگر امکانیت دست داد در برنامه خبری همچنان از مراسم جنازه عابد حمیدوف سابق رهبر کینوستودیوی تاجیک فیلم و یکی از چهره‌های معروف فرهنگ تاجیک را هم نمایش میدهیم. عابد حمیدوف دیروز در دوشنبه در سن 93 سالگی از دنیا درگذشت. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه دیگری رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.